بازی پابجی. امروز جوان پابجی بازی میکنن. کسانی که این گیم را کار کردن تجدید به ایمان خود کنند، دوباره بگویند که لا اله الا الله محمد رسول الله. ودا به حال او جوانایی که امروز پابجی میکنن. بازی پابجی مقداری که این بازی را سیر می کند و تیر می کند، وقتی می خواهد کسب امتیاز بکند باید سربازانش، کسی که بازی می کند، بر پیش یک بت سجده بکند تا اینکه این مرحله را طی بکند. سبحان الله، پیش یک بت سر بگذاره. جوان پابجی بازی میکنن. امروز جوان گیم میزنن. امروز جوان چین میزنن به رسول خدا. چه نوع توهینی نیست که امروز جوان به دین نمیکنن. در یکی از فازهای گیم پابجی وقتی در این برنامه وارد شوین، وقتی بخواین از یک فاز به فاز دیگر بروین، بخواین یک مرحله به مرحله دیگر طی شود، کعبه اونجا نمودار می شود. کعبه، اون کسی که داخل گیم بازی میکنن، وقتی میخواد از یک فاز به فاز دیگر برود باید یک مرمی به کعبه بزند، بعد به فاز دیگر. ودا به حال او جوانایی که امروز پابجی میکنن و در پابجی سیل میکنن که در یک قسمتش وقتی که میرسن اوج دشمنای اسلام، برای اینمی جوانی که میگه من مسلمان هستم، این جوانی که گپای ما را میشنوه، بر ازی باز عذر نیست. بر ازی جوان میگیم وقتی که تو پابجی میکنی، در وقت پابجیگری که وقتی در مقابلت کعبه میایه و با سلا و تبر گرفته و خانه کعبه را ویران میکنی و میزنی و در مقابلت بت میایه، بر بت عبادت میکنی و از این قسمت تیر میشی، لقد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از ایمانتان به خاطر بازی کار میکنن. اون کسی که من حیث شخص مسلح تو هست، او وکیل تو هست، نماینده تو هست در درون گیم. زمانی که میخواه وارد یک فاز، یک صحنه شود، یک بار تعظیم به بت میکنه، بعدا وارد صحنه دیگر میشه. تعظیم کردن اون شخص در درون گیم به بت عیناً تعظیم کردن تو هست، چرا او وکیل تو هست. عمل وکیل عمل موکل. آیا ما خدایان خود را، معبودان باطل خود را ترک کنیم به خاطر این دیوانه؟ به رسول خدا دیوانه میگفته. چی جواب داریم؟ روز قیامت الله و رسول الله از جوان پرسان کنه تو گیم پابجی بازی میکردی؟ من به خاطر تو چی رنج را دیدم؟ صحابه خود را که گلهای نازنین من بود همه شهید شدن، ولی تو با گیم پابجی به من تیر میزدی. لئن اشرکت لیحبطن عملک. الله جل مجدوه میفرماید ای رسول صلی الله علیه و سلم، ما به پیامبران پیشین و به تو هم وحی کردیم هر کی شرک بیاورد، اگر تو شرک بیاوری کل عملت ضایع میکنم. رسول خدا شرک میآورد؟ امکان داشت بلند میشم. خیلی خطاب به امت هست. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آوردین کل عملتون را ضایع میگردانم. پس کسی که گیم پابجی بازی میکنه او شرکی به الله. اگر میگی نگفتیم خوب معلوم میکرد. گیم چی را میگن در زبان انگلیسی؟ لعنت الله سر از او کسی که انگلیسی میخوانه و انگلیسی را غلط ترجمه میکنه. گیم در زبان عربی قمار است. گیملر قمارباز میگن. گیملر اینمی کمسایی باز و قطه باز و اینمی ها را میگن. این گیم ها کلش مونمو شکل کلاسیک قمار است که به شکل جدید ایره آوردن به نام لدو و به نام گیم و به نام پابجی و به نام فلان در بین مردم. شما اصل ساخت این گیم را یا کسانی که در عقب این
ماجرا دست دارن. شما مطالعه کنین چی خطرناک دستهایی است که اینجا کار میکنن. پس کسانی که متأهل بودن و این گیم را بازی کردن، مشوره معمی است که برین به سوی امامان مساجدتان، برین تجدید نکاح کنین، نکاحتان خراب ساخته است. کسانی که این گیم را کار کردن تجدید به ایمان خود کنن، دوباره بگوین که لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا به اسم خدا شلیک کردن، اینا به سوی اسم محمد شلیک کردن، اینا به سوی کعبه مشرفه شلیک کردن، اینا تجدید ایمان کنن. اینا یکی از پروژه های استعمار و دشمنان سرسخت الله و رسول را در جوامع اسلامی تحقق بخشیدن. گناه خیلی نابخشودنی کردن. ایمان خود تجدید کنن، نکاح خود تجدید کنن، به پیشگاه خداوند متعال خیلی متواضع و خاشع و عاجز تائب شوند تا پروردگار از و باز اگر در بین از این مثل این چیزا را داخل کرده باشه، ببین کار شیطانه. ولا تتبعوا خطوات شیطان. وقتی که در حرام داخلت کرد، در حرام مبتلایت کرد و در حرام مصروف شدی، حال یک گام دیگه شیطان چی است که در بین قمار کفر داخل میکنه. خانه کعبه را کت تیر و کت تبر میگرسه و ایرانش کو باز تو تیر میشی، پیش بود سجده کن و با این عمل کافر میشی. چرا؟ به خاطر از اینکه توهین به شاعر الله سبب کفر میشه. او شخصی که کافر شد، رسول الله شاعر الله هست، صحابه شاعر الله هستند، کعبه از شاعر الله هست، قرآن از شاعر الله هست. کسی که به خانه کعبه توهین و تحقیر میکنه، این توهین و تحقیر به شاعر الله کردن. و یکی از نواقض ایمان چی هست؟ توهین و استهزا و مسخرگی به چی هست؟ به شاعر الله. ای جوان عزیز، بیا بیدار شو، دست از پابجی بردار و فریب دشمنان اسلام را نخور. این گیم پابجی برای تو چه فایده‌ای ندارد. خیلی ها داور است. جوانی را که ثانیه ها و ساعت خود را در گیم پابجی و مصرف می‌رساند. خیلی ها داور است برای جوانی که باید صلاحی ایوبی باش اما ساعت خود را در پابجی برد. ساعت خود را در پابجی برد. بیا ای جوان بار فکر بکن و یک بار بخیر اندیش که برای فایده نمی‌رساند و تنها وقت را ضایع می‌کند و خیلی ها نقصانات روحانی و جسمانی برای تو به بار می‌آورد. ای جوان عزیز بیدار شو، ای جوان عزیز بیدار شو و دست از پابجی بردار.